آهای سوبارو کجاست؟ اون رفته آموزشگاه. این وقت صبح؟ وای خدا، دیشب که شام نخورد، صبحونم که نخورده. ها؟ های نکنه چیزی به نوام گفتی که رفته؟ نه مامان. نکنه با هم دعواتون شده؟ چایی تو بخور، بگیر. مامان. بله بگو. باید باهات حرف بزنم، ولی من نمیخوام با تو حرف بزنم. راگینی لطفا تو رو خدا اینجوری نکن. من راهی جز به این که بهت بفهمونم ندارم. تو رو خدا به حرفم گوش بده. قول میدم دیگه مزاحمت نشم. لطفا عروسی با این پسره رو بی خیال شو. اون پسر خوبی نیست، زندگی تو تباه میکنه. سوارا، این که من باید چی کار کنم و چی کار نکنم نیازی به اجازه گرفتن از تو ندارم. و در مورد اون لطفا اسمشو با احترام ببر، چون شخصی که داری راجع بهش حرف میزنی با من یه نسبتی داری. ببین خواهش میکنم فقط یه من باید برم. راگینی نه اصلا حرفشو نزن شارمیشتا. ما عمرن بذاریم از این خونه بریم. مامان چرا سعی نمی کنی منو درک کنی؟ هوی تو کلت چی میگذره؟ کجاست اون شارمیشتا؟ اون شیرزن، اون ببر بنگال که از هیچ کس نمیترسی؟ اصلا چرا ما باید بریم؟ مگه گناهمون چیه؟ این چیزیه که میخوای به سوارا یاد بدی؟ این که به جای جنگیدن مثل ترسو و فرار کنه؟ تازه اون مروادان داد و بیداد میکرد و به همه میگفت ما مقصر نیستیم. حالا اگه بریم شروع میکنه به اراجیف گفتن و من تحمل این یکی رو ندارم. ولی یکم راجبش فکر کن. به چی فکر کنم؟ چی واسه فکر کردن مونده؟ اصلا تو چطور یهو فکر رفتن زد به سرت؟ بگو ببینم، بگو دیگه، زود باش. هوی چی شده؟ نکنه چیزی رو ازم قایم کردی؟ شارمیشتا، آهای شارمیشتا بگو ببینم دخترم، نکنه مربوط به رابطه تو باشه خاره؟ هوی چرا ساکتی؟ حرف بزن. نه مامان، همچین چیزی نیست. من فقط به خاطر دعواهای هر روزه میگفتم. خیلی خوب، پس خوب گوش کن. من ترسو نیستم، همینجا میمونم و اگه بخوای به من زور بگی دیگه باهات حرف نمیزنم. مامان برو بابا، دیوونه شده. چرا هر دوتون انقدر یه دنده این آخه؟ راگینی نامزد کرده. شما چرا چیزی نگفتین؟ کاری از دستم بر نمیومد. دیگه با حرف زدن چیزی درست نمیشه. بیا بریم سوار. اگه تو کار اون خانواده دخالت کنی دستتو میگیرم و میبرمت یه جای دور. سوارا، این که من باید چی کار کنم و نکنم نیازی به اجازه تو ندارم. وای خدای من، این چی؟ ببین دستت داره خون میاد دختر.
این زخمای کوچیک همیشه پیش میاد. زودم خوب میشن. ولی زخمایی که رو دل آدم میشینه چی؟ ولی اونا گاهی سالها طول میکشن تا خوب بشن. من موندم تو کارای اونایی که عمدن همچین زخمایی رو به آدم میزنن. راگینی، یکی اومده دیدنت. فکر کنم اسمش لاکشی هست. لاکش؟ آره. آره اومی، اومدم آموزشگاه. راستش اومدم دیدن سیتار بانو، همونی که ستار میزنه. راگینی نامزد زورکی من. سلام. ببین چه حلقه خوشگلیه. تو به هم دادی ها؟ گفتم که سلام. سلام. ببخشید که یهویی اومدم. راستش دیروز نشد حرف بزنیم، واسه همینم گفتم امروز بیام اینجا. ای بابا، میخوام رو در رو باهات حرف بزنم. بیا اینجا. اینجا درسته. بیا مثل دوتا آدم متشخص حرف بزنیم. معذرت میخوام. بابت دیروزم عذر میخوام. من میدونم شبیه اون چیزی که به نظر میام نیستم. شبیه اون چیزی هم که تو تصور کردی نیستم. ولی من تغییر میکنم. همین الانشم تغییر رو شروع کردم. لطفا منو بابت دیروز ببخش. قسم میخورم دیگه همچین کاری نمی کنم. آدم یه دوستایی داره که موقع تفریح جوگیر میشن. خودت هم که خانواده ما رو به خوبی میشناسی، خیلی سنتی هم، واسه همین اونا دوست ندارم من زیاد بیرون بپلکم. ولی دیگه تکرار نمیشه. تازه شماره همه دوستامم پاک کردم. امیدوارم همه چی حل شده باشه. اما اگه چیزی هست که میخوای بپرسی بپرس، ناراحت نمیشم. راگینی، تو هنوز عصبانی؟ تو چی داری میگی؟ یکم بلندتر بگو تا منم بشنوم. نمیخوام چیزی ازت بپرسم. لازمم نیست که از من عذرخواهی کنی. هر اتفاقی که اون روز افتاد و فراموش کردم. تو هم سعی کن فراموشش کنی. جدی؟ واقعا عالیه. از دیدنت خوشحال شدم. بای. اوه، خداحافظ. بای. لاکش. ها. خدا حافظ.
راستی گوش کن، به کسی تو خونه نگو که اومدم دیدنت، وگرنه دوباره دیش دیش میشه. خدافظ. سلام خانم بوس. باز اومدی اینجا چه دروغی بگی؟ میدونی چی؟ تو یه بازنده. تو عین دم سگی که هر چقدرم سعی کنن صافش کنن بازم از این به بعدم کج میمونه. خوبه؟ ممنون که با این جملات کلیشه‌ای و دست چندم ازم تعریف کردی. ممنونم. سوارا، چرا انقدر عصبانی؟ خودتو زخمی کردی. ببندش، وگرنه هی خون میره و از این ضعیفتر میشی. منم دشمن ضعیف دوست ندارم. چرا این کارا رو با راگینی میکنی؟ اصلاح میکنم خانوم، اصلاح میکنم. من نه، این راگینیه که میخواد با من ازدواج کنه. هنوزم گیجی؟ بذار بهت بگم، هر کاری که دیروز کردی واقعا عالی بود. خودم هم دلم میخواسته که پتمو بریزه رو آب، ولی اون نقشه بی‌نقصت جلوی خونواده‌ام شکست خورد. با اینکه فهمیدن ما چقدر با هم دیگه فرق داریم، خونواده‌اش بازم گفتم بله اون خانومم هیچی نگفت. ولی چی کار میتونست بکنه؟ درست مثل بابای هیتلر منه. هیتلر اونم با کلی اعتماد به نفس گفت اگه بین خونواده ها هماهنگی باشه بچه ها خوشبخت میشه. منم با دیدن اعتماد به نفسش قبولش کردم. حالا دیگه بزرگترا خودشون حلش میکنن. و اینکه منم نه نگفتم، چون نمیخوام از ارث بابام محروم بشم، چون من قهرمان فیلم نیستم که برم تو جنگل آواز بخونم. ما خونه رو ترک کردم. ولی یه چیزی بهت بگم، از این ازدواج فقط نابودی نصیبه راگینی میشه. و مقصر همه اینا هم خونواده همون، چون که راگینی و جوری بار آوردن که به این زندگی تن بده. ولی من قرار نیست عوض بشم. من همیشه پرنده آزاد بودم، نه عوض شدم نه قراره بشم. راستی دست از این فعال اجتماعی بودن دیگه بردار و به نفته که تو کارهای منم فضولی نکنی. ازم دور بمون. بای. اما شنیدین لاکشیا چی گفت؟ من همه چیو شنیدم. حالا باید چی کار کنیم؟ فکر کنم اومدین راگینی رو ببین. اما اون سر کلاسه. نه راگینی، نه، اومدم تو رو ببینم. حرفمون ناتموم موند. اومدم تمومش کنم. اما اینجا نمیتونیم حرف بزنیم. با من بیا.
مامان بزرگ. سلام. بله مامان کجایی بزرگ. تو دختر؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ خب مامان بزرگ، داشتم تمرین میکردم. زنگ زدم بهت بگم لازم نیست نامزدی تو همه جا جار بزنی. فهمیدی؟ آخه دختر ترس چشم زخم هست. همون بنگالی واسه چشم زدن کافیه. به کس دیگه ای نیاز نیست. چشم مامان زنگ بزرگ. زدم همینو بهت بگم. خوب تمرین کن. باشه. و باعث افتخارمون شو. چشم. مامان حتی وقتی ناراحته میاد اینجا قدم میزنه. میدونم. معذرت میخوام. معذرت چرا عمو؟ اون روز بدون فکر کردن زدم تو گوشت. بابتش معذرت میخوام. اشکالی نداره عمو. خواهش میکنم معذرت خواهی نکنی. اگه اشتباه کردم و زدمت باید بابتش ازت معذرت بخوام. میخواستی این همینو بگی؟ نه خیر. دیشب بهم گفتی که میتونی کمکم کنی. برای همین فکر کردم باید تو موضوع راگینی از تو کمک بخوام. کمکم میکنی؟ اگه تو بخوای تو این موضوعات دخالت کنی خیلی برات گرون تموم میشه. اما تا دیروز میخواستم کمکتون کنم، ولی الان دیگه نمیتونم. آخه مامانم ازم خواسته. اما مامان گفت که از این محله میره. واسه همین اگه بخوامم نمیتونم کمکتون کنم. شرمنده. اشکالی نداره. مشکلی نیست. اما حالا هرچی که هست خودتون باید یه کاری بکنید. ولی اگه راگینی زن اون پسره بشه هیچ وقت خوشبختی رو نمیبینه. نه تو نگران نباش. یه راه دیگه پیدا میکنم. اما من دیگه برم. بازم شرمنده که نتونستم کمکتون کنم. دختری که جلوی همه زدی تو گوشش پدرش زنده است و اون کس دیگه ای نیست جز تو شخار. سوارا دختری تو. سوارا هر اتفاقی که افتاد خیلی اشتباه. من معذرت میخوام. اگه تو کار اون خانواده دخالت کنی دستتو میگیرم و میبرمت یه جای دور. دیشب بهم گفتی که میتونی کمکم کنی. برای همین فکر کردم باید تو موضوع راگینی از تو کمک میخوام. کمکم میکنی؟
نمیتونی اینجا رو ول کنی و بری. تو کی هستی که تو تصمیمای من دخالت میکنی؟ دخترمو هر جا دلم بخواد میبرم. اون دختر منم هست. واقعا؟ پس این 20 سال کجا بودی؟ چرا اون موقع ادعا نکردی؟ چطور میتونستم؟ برای اون باید حقیقت رابطه ها رو بدونی عزیزم. با منم رابطه داشتی؟ وقتی به هم خیانت کردی واسه همین من بهت هیچی نگفتم. تو سر همه چیز سکوت میکنی. هم میدونی شخار، تو هیچ وقت نتونستی یه دوست خوب باشی، نه حتی یه عاشق خوب. چطور میخوای یه پدر خوب باشی؟ بیچارگی و درموندگی من باعث شده این همه نفرت تو دلت جمع بشه. اما چیکار میتونستم بکنم؟ شرایط اونجوری بود. نه، داری چی کار میکنی؟ نکن این کارو. داری چی کار میکنی؟ پدر جان تو رو خدا اونو بیارین پایین. خواهش میکنم ازتون. هنوزم میخوای با اون بنگالی ازدواج کنی ها؟ اون بنگالی رو به من ترجیح میدی؟ چرا ساکتی آخه؟ چرا چیزی نمیگی؟ به هم قول بده. هرچی شما بگین همون کارو میکنم. تو رو خدا اونو بیارین به پایین. جون من و مادرت باید قسم بخوری. از امروز به بعد دیگه نه اون بنگالی رو میبینی، نه ازش حمایت میکنی و نه باهاش ازدواج میکنی. قسم میخورم دیگه نمیبینمش. من شارمیشتا رو دوست ندارم. همچین موضوع بزرگی چرا به هم نگفتی؟ چطور میتونستم؟ چی بهت میگفتم؟ پدر جان هر بار جون خودشو گرو میذاشت وسط رابطمون و در برابر جون اون. چطور میتونستم رابطمون رو انتخاب کنم؟ پس من چی؟ مگه منو زندگیت نمیدونستی؟ میدونم یه ضعف من زد زندگی تو رو خراب کرد. با باز کردن زخمای کهنه فقط دردت میاد. بهتره که دیگه تمومش کنی. اگه چشممو روی گذشتم ببندم برای آینده دخترم هم که شده، به کمک سوارا نیاز دارم. تو رو خدا بگو باشه. حتی فکرشم نکن همچین کاری میکنم. مشکلات زندگی خودم کم نیست که حالا میخوای دخترمو هل بدم. شارمیشتا میدونم که تو هم دلت نمیخواد زندگی راگینی خراب بشه. پس چرا داری فیلم بازی میکنی؟ چرا باید بگم باشه؟ چه نسبتی با تو داره؟ اون دختر منه و من خوب میدونم که تو هم هیچی رو فراموش نکردی. تو هم میایی اینجا، هر وقت دلت میگیره میایی اینجا به این نامه ها دست میکشی. پس خواهش میکنم چرا داری نقش بازی میکنی؟ من خوب میدونم که تو هم خیلی نگران من و خانوادمی و امروز خودم شنیدم که اون پسره داشت میگفت زندگی دخترمو نابود میکنه. میفهمی؟ حالا من چطور راگینه رو به عقدش در بیارم؟ خواهش میکنم یه بار بگو باشه. تو رو خدا میشتی. ببخشید شارمیشتا. باشه، ولی اگه به خاطر این کار بلایی سر دخترم بیاد. نه ممنون. بهت قول میدم نمیذارم هیچ اتفاقی برای سوارا بیفته. اون روز داشتی به هم میگفتی دروغگو. چی شد یهو داری به سوارا میگی دخترم؟ توی چشماش یه جسارت خاصی هست. درست عین خودت. چون چشماش به من رفته و بقیه چیزاش به تو. ممنونم شارمیشتا. سوارا میدونه که من پدرش هستم. از من پرسیدی، دیگه از اون نپرس. نه الان، نه هیچ وقت. اما اون میدونه نه.